حکمت پنجم: اگر قناعت میکردی. ابوویل نقل میکند: با رفیقم به زیارت سلمان فارس رفتیم. برای ما کمی نان و کمی نمک آورد. رفیقم گفت اگر با نمک باز سخت‌تر، یعنی علفی با لذت می بود، خوبتر می شد. سلمان ظرف آبگیریش را امانت بداد و کمی از سخت‌تر گرفته آورد. بعد از تناول رفیقم چنین دعا کرد: به الله شکر میکنیم که به نعمت دادهش قناعت نمودیم. سلمان فارس با تبسم فرمود: اگر قناعت میکردی ظرف آبگیری ما در امانت نمی ماند. شرح: قناعت را در وقت تنگ دستی باید نشان داد، نه اینکه در وقت سیری. از قناعت کردن کسی نمرده است و از حرص کسی دارا نشده است. شیخ عزیز فرموده است: قناعت و تقوا برد بزرگ است، زیرا به دنیا چیزی نآورده ایم و چیزی نخواهیم برد.